بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به جلسه دوم از سیمای صحابه پیامبر خدا و این فارغ التحصیل مکتب نبوت عثمان بن مظعون رضی الله عنه. اشاره کردیم که چون جزو سابقین اولین هست، جزو شخصیت‌های ابتدایی است که اسلام رو پذیرفته، 13مین نفر بر اساس آنچه که مورخین گفتن، و اینکه ایشون جزو کسایی بود که حتی در زمان جاهلیت در برابر این بت‌ها سر فرود نمی آورد، شراب نمی خورد و با دلایلی که داشت میگفت مثلا اینها سبب میشه عقل انسان زایل بشه و امثال این موارد. خب ایشون هم رنج‌ها و سختی‌هایی رو کشید و حتی خیلی جالبه که مواردی که در نزول آیات داره که در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در عهد مکه داره که خب نقل میشه که خب ایشون کنار پیامبر هست، وقتی آیات نازل میشه پیامبر مثلا یه وقت میبینیم به آسمان نگاه میکنه، یه وقت مثلا به مشرکین، یه وقت به این سوال میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، میگه من میبینم که این آیات الهی میاد و مشرکین میبینند و میشنون اما حاضر نیستن بپذیرن. و بین ایشون و بین صحابه گفتمانی داریم خیلی جالب که در مورد تراوت و زیبایی آیات قرآن هست. میگه علیرغم که مشرکین درک میکنن اما چشم و دلشون به حقیقت بسته است، میبینن خوبی رو، میبینن میشناسن اما حاضر نیستن بپذیرن. بله، عثمان بن مظعون رضی الله عنه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که اون هم داره این رنج ها رو میکشه، سختی ها رو میکشه، شکنجه ها رو، اذیت و آزار و تمسخر و مشکلاتی که سایر مسلمانان دارن، تا اینکه ایشون ناچار شد که بالاخره با خانواده کل طایفه خودش به حبشه هجرت بکنه و خب پسر خودش هم صائب، برادرش عبدالله و تعداد از این قبیله خودشون اینا همه به حبشه رفتن تا بتونن از این رنج و آزار اهل مکه در امان بمونن. میگه که عثمان همیشه امیه و ابن عمه پسر عموی خودش اینها رو ملامت میکرد، به خاطر اینکه میگه شما در زمان ما مسلمان بودیم ما رو اینقدر اذیت کردید. و خب امیه اون موقع میدونید امیه بن خلف اینا جزء کسایی هستن که در اون قبیله اونها دارای شرافت و منزلت و این گونه موارد هستن. حالا مواردی در اشعار و اینها میاد که من اگه بخوام اینها رو بگم خیلی طولانی میشه. و اما خب عثمان بن مظعون و مهاجران رفتن به حبشه. خب اینها از اون عدالت نجاشی پادشاه حبشه تونستن بهره مند بشن، علیرغم که خب حب وطن داشتن، حب بالاخره قبیله و قوم خویش داشتن، اما به خاطر حفظ دیانت خودشون، عقیده خودشون، همه این سختی ها رو به جان خریده بودند و از اون ورم منتظر بودن ببینن در مکه چه خبر میشه. بالاخره خبر رسید که بله بیایید که در مکه اخباری میرسه که اینها مسلمان شدند و اوضاع خوبه. خب اینا هم گفتن خب ما برگردیم ببینیم چه خبره. برگشتن دیدن نه و ظاهرا شایعه بوده و این گونه که اینها فکر میکردن نیست و شرایط خیلی فرق کرده. اما نکته‌ای که وجود داشت، حالا اینا اومدن اونجا که برگردن اومدن به مکه، تعدادی رو راه ندادن که بیان وارد مکه بشن، تعدادی خب پنهانی وارد شدن، تعدادی باز وارد شدن مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. هر کسی در یک شرایطی قرار گرفت، مگر برخی رفتن زیر نظر مثلا اون طبق قبایل عربی، زیر نظر رهبران قریش که مثلا گفت فلانی رو من پناه میدم تا بتونه جا بگیره در امنیت و امان باشه. اما نکته خیلی جالبی در مورد عثمان بن مظعون داره که بعد با هم بشنویم که خیلی زیبا هست، یعنی که چه اتفاقی افتاد با برای ایشون چه شد. میگن که وقتی خب مسلمان‌ها گفتیم از حبشه برگشتن وارد مکه شدن، این گونه شد و خب رسما بر این بود که بالاخره هر کی میرفت تحت حمایت یک بزرگ قدرتمندی قرار میگرفت در اون موقع. و تاریخ نقل میکنه، سیر نقل میکنه که عثمان بن مظعون رضی الله عنه هم رفت در جوار ولید بن مغیره مخزومی قرار گرفت، در جوانی ولید بن مغیره که جز قدرتمندان قریش به حساب میاد، گفت من آقا ایشون حمایت میکنم. خب ایشون هم خب میرفت و میومد و در مکه در امن و امان بود و کسی هم دیگه خب بهش آسیب نمیرسون، چون اگر کسی میخواست به این آسیب برسونه ولید بن مغیره بالاخره باهاش برخورد میکرد. ببخشید. اما سایر یاران رسول خدا، اونایی که کسی حمایتشون نمیکرد، زیر اذیت و آزار و شکنجه بودن. عثمان بن مظعون که این صحنه رو میدید خیلی براش سخت تموم شده بود. ابن اسحاق نقل میکنه، میگه عثمان بن مظعون به خاطر همین تصمیم گرفت که این پناهندگی به اصطلاح معروف و اینکه در پناه ولید بن مغیره هست این رو از خودش دور بکنه. این بود که ایشون رفت پیش ولید بن مغیره و گفت من نمیخوام دیگه تو تحت حمایت و پناه تو باشم. خب اون گفتش که خب چرا؟ گفت من میخوام تحت پناه خدای خودم باشم، من خدایی دارم، خدای من منو حمایت خواهد کرد، من دیگه میخوام از تحت حمایت تو خارج بشم.
ایشون گفت خب حالا که میخوای تحت حمایت من خارج بشی باید بیا علنی اعلام کنی. من علنی جلوی همه اعلام کردم ایشون تحت حمایت منه، علنی بیا اعلام کن بگو من نمیخوام که دیگه تحت حمایت این شخص مثلا ولید ابن مغیره باشم، دیگه هیچ مشکلی نیستش. ولی گفت بدونی که اگه این کار بشه میزنن مردم تو رو بالاخره شکنجه میکنن، اذیت و آزار میدن و ممکنه که بالاخره کسی نتونه دیگه حمایتت بکنه، تو در شرایط سختی قرار بگیری. گفت نه من ترجیح میدم خدای منو حمایت بکنه. بالاخره ولید رفت به همراه این عثمان ابن مظعون در اونجا در بالاخره جوار کعبه قرار گرفتند مسجد الحرام و این اعلام کرد که بله من دیگه نمیخوام تحت حمایت ولید ابن مغیره باشم. اونم گفت آقا این راست میگه فلان. تموم شد ماجرا، تموم شد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. بین عثمان ابن مظعون و کسایی که اونجا در اون جلسه بودند و حضور داشتن صحبت شد دیگه. بالاخره بحث ایمان بوده، اسلام بوده، حقیقت، و یکی این بگو یکی اون بگو. شعری رو اینجا مطرح شد که لبید مطرح کرد. لبید شروع کرد شعری رو خوندن، یعنی لبید ابن ربیعه اینجا شعری رو شروع کرد خوندن از شعرهای جاهلی. الا کل شیء ما خلا الله باطل، آگاه باش هر چیزی جز الله باطله. چون میدونید مشرکین الله رو که میشناختن، به خوبی هم میشناختن که الله کی هست، اما واسش واسطه قرار میدن مثل مشرکان امروز. عثمان بن مظعون اونجا بود گفت صدقت، راست گفتی. دنباله شعر خوند و گفت کل نعیم لا محالة زائل، هر نعمتی به ناچار از بین خواهد رفت. عثمان بن مظعون اونجا گفت نه کذبت، حالا دروغ گفتی. این خیلی برای یک عرب سخت بود. گفت حالا دروغ گفتی، چرا که نعیم الجنت لا یزول، نعمت بهشت پایان پیدا نمیکنه. اینجا لبید دیگه عصبانی شد و شروع کردی بالاخره تو به من توهین کردی و فلان و سر صدا و دیگرانی که اونجا بودن درگیری در گرفت. حالا درگیری بده بزن که میزنی. عثمان بن مظعون رو زیر سخت‌ترین ضربات و لگدهای خودشون قرار دادن که تو اگه دین تو ترک نکنی تو رو میکشیم. بالاخره برخورد خیلی سخت شد. حمله کردن، عثمان بن مظعون رو حمله کردن و خیلی اون مورد ضرب و شتم قرار دادن تا جایی که یکی از چشمانش رو میگن چیکار کرد، در اونجا آسیب دید یا از دست داد. و بعد اونجا ولید ابن مغیره که صحنه رو دید گفت خب اگه تو پناه من بودی این اتفاق برات نمیافتاد. گفت نه من ترجیح میدم پیش خدا باشم، در حمایت خدا باشم، تحت حمایت یک مشرکی نباشم. من حتی دوست دارم چشم دیگه هم خراب بشه اما تحت حمایت خدا باشم و در جوار الله باشم و در جوار مشرکی نباشم. این نشون میده عثمان بن مظعون از چه ایمان قدرتمندی بهره مند بود که حالا موارد زیادی حالا در تاریخ در اون تعریف و توصیف میکنن که خب لازم نیست که ما همه این موارد رو اشاره بکنیم. حتی حضرت علی اشعاری در مورد ایشون تعریف میکنه در شهامتش و قدرتش و جسارتش و اینا که خب الان دیگه جای این نیست که ما بخوایم به اینها اشاره بکنیم. عثمان ابن مظعون خب راضی بود به رضای خدا و به اون چیزی که خداوند براش مقدر کرده بود و میدونست که اون چیزی که خدا بخواد براش خیر هست، به شرطی که این صادقانه دین خدا و دین رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو پذیرفته باشه و در این هیچ شکی هم نداشت. و ضرب المثل شده بود عثمان ابن مظعون برای همه مسلمانان صدر اسلام در صبر و پایداری و در برابر مقابله با مشرکین عرب که این چگونه به قول معروف این سختی ها رو پشت سر میگذاره، تا اینکه بالاخره مسلمان ها تصمیم گرفتن مکه رو ترک کنند و بالاخره به فرمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کنند به مدینه برن. خب اینها هجرت کردن به مدینه و قبیله عثمان بن مظعون هم اینا همه هجرت کردن اومدن به مدینه و دیگه کسی اصلا از اونها دیگه تو خونه هاشون باقی نمونده بود و درهای خونهشون رو بستند و دیگه خالی شد دیگه. میگه حتی خانه ها بر غربت اونها دیگه گریه میکردن. عایشه دختر قدامه ابن مظعون که نوش میشه نقل میکنه از هجرت پدر خودش و هجرت عموهای خودش، میگه عثمان و قدامه و عبدالله ابن مظعون و صاحب ابن عثمان ابن مظعون و معمر ابن حارث هجرت کردن به مدینه. بعد به قول معروف در نزد عبدالله عجلانی اومدن، علی عبدالله ابن سلمه عجلانی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم بالاخره بین سیدنا عثمان بن مظعون و ابی هیثم تیهان انصاری پیمان برادری برقرار کرد، پیمانی که بسیار ارزشمند بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بین مهاجران و انصار در اونجا اون رو شکل داده بود که اینو بالاخره نقل میکنن در موارد تاریخی که هر کدوم در جایگاه خودش داره. جالبه که ما بین اصحاب پیامبر میبینیم خیلی این پیمانهای برادری به گونه‌ای که وجوه مشترک رو هم در زندگی و در حالات و مرگ و زندگی اینها ما میتونیم ببینیم.
در هر صورت من میخوام الان جزئیات داره به سرعت میگذره. نکته که اینجا قابل اهمیته اینی که عثمان ابن مظعون در جنگ بدر کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضور داره و جزء بدریون هست و جزء زهاد امت هست. میگه که ایشون میومد به مسجد در حالی که نماز بخونه، در حالی که بسیار زندگی ساده ای داشت، لباس ساده ای، حالتی که افراد به رقت بیش میبینی، حالت دل انسان مثلا به رحم میومد این حالت رو که میدیدن که چه اتفاقی افتاده که لباساش پینه زده شده فلان. که خب این عثمان بن مظعون در مکه بود، اون زندگی و اون شرایط داشت. امروز این گونه هست در این مثلا زهد و سختی و در این موارد خاصی که افتاده. حتی مورد خیلی خاصی در مورد حیا و شرم و حیایی که در مورد عثمان بن مظعون هست ما نمیتونیم الان بخوام همین موارد رو بگم، خیلی طولانی میشه، وقت ما نمیرسه واقعا بخوام این موارد رو ما بهش اشاره بکنیم. نکته خیلی جالبی داره که من حتی عثمان بن مظعون در مورد اینی که بالاخره همسران نسبت به همدیگه ممکنه بالاخره همدیگه رو ببینند و فلان، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که بالاخره اینجوری پیامبر میگه خب منم اینجوری هست که همسران، خدا همینه که میگه همسران، مردان لباس برای زنان هستن، زنان لباس برای مردان هستن. این چیزیه که خدا قرار داده و خود من هم طبیعیه که بالاخره همدیگه رو ما میبینیم. نکته خیلی در زهد ایشون جالبه که نقل میشه که ما میگم وقتشون محدود هست، قبلا هم من نقل کردم در زندگی همسر ایشون که همسر ایشون میاد به خبیش امهات المؤمنین اینها میگه که این بالاخره شبها روزه است و روزها روزه است و شبها هم در قیام. و بعد اینا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر رو میرسونن، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاد اون رو میخونه، میگه با فلانی من که پیغمبر خدا هم بالاخره برای زنها هم حقی قائلم، برای شب میخوابم مقداری شب و بالاخره عبادت میکنم، روزی روز روزه میگیرم یا روز نمیگیرم و این تعادل حفظ بشه که دیگه میگم بعد از این دیگه ایشون این تعادل رو در زندگی حفظ کرده بود. بالاخره ایشون در جنگ بدر شرکت کرد. حالا آیا در اون جنگ بدر زخمی شده بود یا نه، اما زیاد طول نکشید که بعد از جنگ بدر ایشون در مدینه از دنیا رفت و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو در بقیع گفت دفن بکنید. و بعد از این یعنی بقیه قرقد اونجا چون گیاه قرقد سبز میشد، این جزء اولین اصحاب پیامبر بود که در اونجا دفن شد. بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که فوت میشد میگه ببرید در همون کنار عثمان ابن مظعون دفن بکنید. خب تا اینجا داستان رو به پایان میرسونیم تا روز دیگه و جلسه دیگه. شما همه عزیزان در پناه خداوند باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.